اگه که قرار مو رنگ کنید و این مو تا حالا رنگ نشده، بهش میگن ویرجین هیر، یه موی بکر، اگه اون مو تا حالا رنگ نشده، رنگ موها رو از ریشه شروع نکنید، چون تا زمانی که بخواید بیاید ساقه رو تغییر بدید، ریشه سریعتر عمل میکنه و ریشه هاش به قرمز نارنجی میزنه. حتی با اینکه من رنگایی که دارم استفاده میکنم توی مایه رنگای یاقوتی و نمیدونم عنابی و قرمز و این چیزا هستن، ولی اون قرمزی رو که شما اینجا میگیرید متفاوت خواهد بود از قرمز روی ساقه. اصطلاحاً میگن طرف هات روت گرفته، یه توناژ نارنجی قرمز بدرنگی به هم میزنه. کسی که موهاش تا حالا رنگ نشده، اول باید به فاصله 2-3 سانت از ریشه فاصله به موهاشو بزنید. پایین ساقه رو ما نمیزنیم چون معمولا خیلی رنگ جذب میکنه، تیره میشه. بعد که این کارش تمام شد، بعد از 10 دقیقه برمیگردم ریشه رو میزنم و بعدم پایین مو و بعد اجازه میدم که با هم دیگه کار. کسی که موهاش رنگ خورده حکایتش جداست. برای رنگ زدنش این کارا رو نداره. یعنی اگه بخوام من رنگ ریشه رو میزنم و بعد شروع میکنم حالا ساقه موهاشو کار کردن، اگه که میشه همون رنگ باشه، شیدش عوض بشه، سایه‌اش عوض بشه، توناژش تغییر بکنه، یا اینکه تیره تر بشه. ولی مویی که رنگ نخورده، مویی که بکر هست، متفاوت بچه‌ها، میتونید هم روشن ترش کنید هم تیره ترش کنید. مویی که رنگ خورده نمیشه روشن ترش کرد. اینو در نظر بگیرید. یکی از دوستایی که براش رنگ میکنم موهای مشکی داره و هایلایت. حالا امشب قرار بوده که بیاد موهاشو یکم تیره تر کنه، ولی الان زنگ زد گفت که تصمیم گرفتم رنگ موهامو عوض کنم، حالت قرمز آبالویی، نمیدونم چه رنگی، تو به من بگو. حالا قراره بیاد اینجا، پوستش تیره است، گندمیه. من چند تا رنگو دارم با هم دیگه امتحان میکنم، دارم کالیته میزنم، یعنی دارم مدل رنگ آماده میکنم روی موم که نشونش بدم ببینم چی دوست داره. ببینید اینا رو، یکیش 6BR هست، قهوه‌ای که توناژ قرمز رنگ داره تهش. این یکیه، حالا باید بیارم بالاش بنویسم تا یادم نرفته. یکی دیگهش این رنگ های دفینیشن هست، این رد وایولت هست، رد یعنی قرمز و بنفش هست، قرمزش غالبه. این رنگ ها بچه ها که رنگ هایی که های دفینیشن هستن و بسیار براق و درخشان هستن، حالا توی این برندی که من دارم استفاده میکنم همشون هم پرمننت و دائم هستن ولی اینا رو نمیشه با رنگ های دیگه قاطی کرد. یعنی من نمیتونم اینا رو با هم دیگه قاطی کنم مگه اینکه از گروه خودش باشه. حالا اینی به کار به اون نداریم. این یکیه، ببینیم این یکی چه رنگی در میاد. ببینید دارم روی یه پایه مو تیره هم کار میکنم. بعد یه چیه، این 6RV، باز دوباره روی پایه 6 هست، میشه قهوه‌ای روشن رد وایلت. این یکی ردش بیشتره، قرمزش غالبه. این تقریبا یه حالت یه رنگ یاقوتی خیلی خوشگلی میشه. این یکی هم یه رنگ رد کاپر هست، یعنی قرمز مسی. بگم چه رنگی میشه، رنگ عنابیه که بیشتر قرمزش غالبه، قهوه‌ای متوسطه، قرمز قهوه‌ای، قرمز مسی. این رنگ خوشگلیه، ولی در عین حال من همیشه رنگامو با هم ترکیب میکنم. حالا اومد دیگه نشونش میدم ببینیم چه جوریاست. این قبل از کارمونه بچه‌ها. موهاش ویویه، فوق العاده چربه، بسیار تیره است، هایلایت داره از قبل. فعلا نمیخواد هایلایت کنه، میخواد بعد انجام بده، میخواد یک مقدار تیره ترش کنه، اما میخوایم هم توناژ ریشه رو تغییر بدیم و هم توناژ ساقه. رنگی رو که برای ریشه موش استفاده کردم از 5 نچرال و 6 قرمز 6RR هست، به اضافه 4 خاکستری. قسمت اصلی رنگ 5N و 6RR هست به صورت نصف به نصف و کمی هم 4A اضافه کردیم که رفله های بدمون رو بگیره. برای ساقه موشم از 6RR استفاده کردم به همراه اکسیدان 9. به نظرتون هایلایت قرمز روی این زمینه رنگ مو قشنگ میشه؟ نظرتو برام بنویس.